و امکان شناخت یکی از مرتفع‌ترین قله‌های ادبیات مدرن برایمان میسر شده است. کتابی را که پیش رو دارید با رمان‌های نویسندگان بزرگی چون کنوت تامسون، لویی فردیناند استلین و چارلز بوکوفسکی قیاس کردند. قدفانته از ستایشگران هامسون بود و عنوان این رمان را هم از سطری در یکی از رمان‌های او به نام پان که در 1894 چاپ شده وام گرفته است. جایی که سوتفانگلان قصه دختر توی برج را میگوید. آن یکی دختر را مثل برده، مثل جنون زده ها و مثل یک گدا دوست داشت. چرا؟ از غبار روی جاده بپرس و از برگ‌های فرو افتاده، از خدای اسرارآمیز زندگی بپرس. چرا که هیچ کس دلیل این چیزها را نمی‌داند. دختر به او هیچ چیز نداد. نه، هیچ به او نداد و با این حال او ممنونش بود. دختر گفت آرامش و غفلت را به من بده. و تنها تأسف مرد این بود که چرا دختر از او زندگیش را نخواسته. در آذر 1387 این کتاب ترجمه شده. اما مقدمه خیلی زیبایی هم از بوکوفسکی هستش. اونم چند خطی رو برای شما میخونم. جوان بودم، گشنه و لب به خمره و در تقلای نویسنده شدن. بیشتر مطالعاتم رو تو کتابخونه عمومی